چرا ثروتمندان با آدم‌های کم درآمد معاشرت نمی‌کنند؟ خیلی هم فکر میکنن این فقط غرور یا فاصله گذاریه، اما حقیقت خیلی عمیق‌تره و علمی هم ثابت شده. ذهن انسان مثل آهنرباست. هر چیزی که اطرافش باشه کم کم جذب میکنه. اگر محیطت پر باشه از جملاتی مثل پول نیست، ریسک بده، همینه که هست، ناخودآگاهت کم کم همون باورها رو میپذیره و سطح فکرت محدود میشه. اما وقتی کنار آدم‌هایی باشی که درباره رشد، فرصت‌ها و خلق ارزش حرف میزنن، ذهن تو به طور طبیعی به سطح بالاتری میرسه. نه با اجبار، بلکه با سرایت انرژی مثبت و الگوهای رفتاری موفق. ثروتمندان میدونن زمان ارزشمنده. اونها دنبال تبادل ارزش و رشد هستن، نه فقط گذروندن وقت. معاشرتشون با کسانیه که چشماندازشون بزرگتر از عدد حساب بانکشونه، چون واقعاً میدونن معاشرت فقط گذر زمان نیست، بلکه سرمایه گذاری روی ذهن و آینده است. و یادت باشه ذهن تو سرمایه توه. هر لحظهش آیندت رو میسازه. با توپلی همراه باش، رشد کن، قدم به قدم به سطح بالاتر برو و بهترین نسخه خودت رو بساز.